مهاجرت بخطر چیست؟ مهاجرت بخطر یا مهاجرت قانونی این روند کوچیدن به کشور دیگر با رعایت تمام قانون‌ها و طلبات‌ها میباشد. چنین مهاجرت شما را از قلابی استثمار و خرید و فروش آدمان محافظت می‌کند و دسترسی شما را به کار قانونی، خدمت‌رسانی طبی و حفظ حقوق تأمین می‌نماید. برای مهاجرت خود را به خطر گردانیدن قدم‌های زیرین را اجرا نمایید. زبان کشور تعیینات را حداقل در سطح معاشرت آموزید. همه حجت‌های ضروری را به طور رسمی و قانونی آماده نمایید. تنها با کارفرمای با اعتماد همکاری کنید. یگان تخصص را از خود کنید و عاید به وظیفه، عهده‌داری‌ها و شرایط‌های کاری نو معلومات جمع نمایید. قانون‌ها و طلبات بود و باش را آموزید. تاریخ و مدنیت کشور تعیینات را حرمت کنید. با عائله و دوستان خود منتظم در تماس باشید. رقم‌های مؤسسه‌های رسمی را ثبت کنید و در حالت مشکلات فوراً به آنها مراجعت نمایید. اگر عاید به مهاجرت یگان سوالی داشته باشید، پس به رقم تلفن خط عاجلی 900 800 800 زنگ زنید. خط عاجلی مشورتچی با اعتمادی شماست.